یک سال می شود قبورهای آبگذر منطقه چشمسه شهر خوجند تعمیر ندیده است. ساکنان شکایت دارند که در برابر محدودیت انتقال آب نوشابه خط قبورهای آبگذر نیز کارناشایم شده ایستاده است. بنا به گفته عبدالله جان محکموف ساکن همین محله، شکایت ساکنان به مقامات داخلدار تا به امروز جواب نگرفته است. استقامت کنندگان محله مجبور شدند که به تلویزیون سیمای مستقل یکم مراجعت نمایند. عبدالله جان محکموف میگوید که آب نوشابه در منطقه از ساعت 6 صبح تا به 12 روز و از ساعت 18 بگاه تا به 22 شب انتقال می‌یابد. ساکنان از نبودن آب نه از شکاف بودن قبورهای آبگذر شکایت دارند. در نوار ساعت 12 نصف روزی بوده هنگام خاموش بودن نساس آبکشی نیز از قبورها آب به کوچه ها روان است. هم یک سال است به از آب میکشیم. همین آب توجیه شدگی سوراخ شدگی یگان کس برای چند نبود مراجعت کردیم وای به کارخانه من سیمگرد واد کانال خدماتی وای به خوجند آب کانال واد کانال با درست میکنم میگن ها میگن آب ویا اینسپکتور پول میچینگی هم اومده بودن گفتن که ما درست میکنیم ویا پیشی ما با تلفن کردن ها میرن گفتن من اومدگیشون نه یک سال است آب من آخدا کار رفته است از طریق تا آخری کوچه یکون جواب و به حکومت شهر بیام تلفن کردیم ویا گفتن که همارش میرد ما وی به نماینده وی که تلفن می‌کنه واد کانال تلفن می‌کنه من تلفن کردم دو بار سه بار تلفن کردم ولی همین دفعه امروز تلفن کردیم من با هیچ وای نه. با گفته ساکنان پس از انتقال آب نوشابه کوچه های محله را آب زیر می‌کند. از این حالت باشندگان دیگر محله در خواطرند زیرا آب مجرای خود را یافته تا به زیر بناهای استقامت جاری می‌شود. در پیش فصل سرما و از خنکی فصل زمستان ساکنان محله خوف دارند که این آب جاری می‌شده مبادا یخ نبندد. گذشته از این حالت به حرکت نقلیات و پیاده‌گردان نیز در راه مانع ایجاد کردنش ممکن است. ساکنان محله گفتند که نمایندگان خوجند آب کانال شکایت آنها را قبول کرده آمده جایهای خوفناک را خاک پوش کردند و رفتند، اما وضعیت همان تشویش آور باقی میماند. بهار با میخواد باشه زمستان با آدم آب کم میگیرد و فشار آب بالا میشد این بدتر میشد زد برامدا میگیرد. یا بر عمده تعمیر کردن یک سال پیش عمده همونجا شده چوب زدن ما هم التماس کردیم که اگر هم چوب نزنید و مانید ما بیتون ریخت سخت کنیم گفتن هنیه گفتن اسکواتر که پر کردن ماندن و رفتن اگر همون اگر میموندن ما کم بیتون پرتافته همون سخت میکردیم. سلطان اکبرов ساکن محله چشمسه بوده میگوید که نمایندگان خوجند آب کانال از مطابقت نکردن نشانداد حساب کنک ها بارها اهل محله را آگاه نمودند، اما ساکنان باوری دارند که در حالت تعمیر قبورها صرفه آب این منطقه با نشان دهنده حسابچین کنک موافقت خواهد کرد. میگن کدام وقت اومده گفتن که اون حساب کنکی که خلق به گذاشته شدگی اداره و دکانال ماندگی فرقش کلان او بسیار صرف شد. انا کجا صرف میشد؟ ما سه مراتب خودمون کفته استوی مادکار آده. اکنون حاضر مبلغمون نیست. می شرایط وزنی، زندگی وزنی. ما حاضر اکنون برامده همین مادکار آورده، کاونده، سیمین خرده، درست کردن با قدرتمون نیست. چون این کوچه همه زندگی نمیکنه. 8 عائله 9 عائله زندگی میکنه، دیگر خانه خودی. هم باید احترامون خواهش میکنیم. با شکایت ساکنان این محله ما به کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب کانال روز گذشته ساعت 14:20 تماس گرفته از شکایت ساکنان آگاه کردیم. صبح روز جمعه یعنی پس از 16 ساعت مراجعت ما به این اداره آمدیم. سپس همراه دیرکتور گنرالی کارخانه و نمایندگان خوجند آب کانال به محله معتبر رحمانوی چشمسه آمده از حالت قبورها دیدن نمودیم. ناصر غفورزاده دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب کانال گفت که قبورهای آبگذر به توازن همین محله تعلق داشته، همچنین شکایت ساکنان به قید گرفته نشده است، اما ساکنان پیوسته تاکید کردند که از مشکلات خود بارها مراجعت کردند. ناصر غفورزاده دیرکتور گنرالی کارخانه واحد دولتی کمونالی خوجند آب کانال گفت که انتقال آب نوشابه دوام روز از ساعت 3 صبح تا به 10 روز و از 15 بگاه تا به 22 شب ادامه می‌یابد.
бо ин реҷаи нав давоми чанд моҳи охир оби нӯшокӣ ба маҳаллаи чашмаи 3 интиқол меёбад. давоми рӯз боша 3 автомашина, экскаватор, мошинаи обкашонӣ ва автомашинаи хадамоти шабакаи оби Хуҷанд обу канал ба маҳаллаи Мӯътабар Раҳмоновӣ чашма 3 сафарбар шуда қубурҳоро аз таъмир бароварданд. акнун сокинон аз ҳамкорӣ ва бартараф намудани мушкилоти оби нӯшокӣ аз идораҳои дахлдор миннат доранд. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Наимҷон Аюбов барои барнома иттилоотӣ хабар.